الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد کمی هم در بیان از دیدگاه اسلام. امروز اکثریت مسلمان ها دعوای مسلمانی میکنند، لکن فرزندای خود را نامهای میگذارند که نه در قرآن آمده است نه در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم. امروز هم که باشد بنده تصمیم گرفتم مختصرا از صحیح مسلم که یکی از صحیح سته است در بیان نامگذاری پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما چگونه تعلیم داده است که به فرزندان خود نامها بگذاریم. به سمع شما کمی هم که باشد ان شاء الله میرسانم و هر برادر و هر خواهر که ان شاء الله اگر میخواهد به خود یک روشنی در این باره پیدا کند، ان شاء الله بعد نوار گوش کردن میفهمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه نامها ما و شما را فرزندان ماندن امر میکنه. ان شاء الله از صحیح مسلم در این بابت به سمع شما میرسانم ان شاء الله. در باب اول، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در باب اول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک با ما و شما چی تعلیم بهترین میتیه که ان انس رضی الله عنه میگوید مرد شخص دیگری را در بقیع صدا زد و گفت ای ابوالقاسم. یک انسان صدا زد، گفت ابوالقاسم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی او نگاه کرد، گفت اون مرد گفت یا رسول الله، منظورم شما نبودید، من فلانی را صدا زدم. وقتی او مرد ابوالقاسم گفت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گشته با او مرد نگاه کرد. او مرد گفت یا رسول الله، من شما را فریاد نکردم، دیگر انسان را فریاد کردم. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ فرمود اسم مرا با عنوان اسم انتخاب کنید ولی از کنیه من ابوالقاسم استفاده نکنید. یعنی فرزنداتون نام محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی نام محمد مونه، لکن نام کنیت مرا نمونید به فرزندای خود. رسول خدا گفت یعنی قاسم نمونید، لکن محمد فرزنداتون نام بگذارید پیامبر. این یکم حدیثی که در صحیح مسلم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر میکنه. به چی امر میکنه؟ یعنی به نام نیک گذاشتن به فرزند. ما میتونیم فرزندای خود را محمد مونیم صلی الله علیه و سلم، لکن از کنیت اجتناب کنیم. همچنان عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال ولد رجل منا غلاما فسمى محمد صلی الله علیه و سلم فقال له قوم لا ندعوك تسمي باسم رسول الله صلی الله علیه و سلم. جابر بن عبدالله رضی الله عنه میگه یک انسان فرزنددار شد، فرزندش چیکار کرد؟ گذاشت. مردم به سر او چیکار کردن؟ دعوا کردن که نام محمد نگذار. فانطلق بابن هو على ظهره فأتى به نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد على غلام فسميت محمد صلى الله عليه وسلم فقال لي قومي لا ندعوك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسم باسمك وتكون بكنيتي فإن أنا قاسم أقسم بينكم. یک چیز زیبا میفرماید، میگه بعدا او انسان فرزندش گرفت دوید کنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم او یا رسول الله من فرزند من محمد موندم صلی الله علیه و سلم. مردم میگن که این نام نمون، نام رسول الله. پیامبر گفت بمون، نامش محمد بمون، لکن نام کنیتی مرا نمون، یعنی ابوالقاسم نمون، به خاطر که این کنیت من است. ابوالقاسم استفاده نکنید، من قاسم هستم و یعنی میان شما عطا و بخشش ها رو تقسیم میکنم. یعنی قاسم تقسیم کننده، یعنی من قاسم هستم، بین شما بخشش تقسیم کننده هستم. نومی مرا گذاشتن جایز است، لکن از کنیت من چیکار کنید؟ پرهیز کنید، نمونه. اگه میگذاریم در حدیث دیگری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبوب ترین اسم ها نزد الله متعال عبدالله و عبدالرحمن است، یعنی که نامی که به عبد گرفته شد. پیامبر میگه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان احب اسمائکم الی الله عبدالله و عبدالرحمن. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر میگفت بهترین نام ها به سوی پروردگار نام های چی هستند؟
عبدالله عبدالرحمن است. یعنی نامی که به عبد گرفته شه، یعنی عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالشکور، عبدالستار، عبدالغفار به نامی که عبد گرفته شود. همین نام ها نزد الله بسیار محبوب هستند. امروز چی یک جاهلی و یک بیسوادی در جامعه مسلمان ها هست که انسان مسلمان فرزندش تور میمونه یا کلوخ میمونه یا بگیم که سنگلی میمونه، یا نامه هایی که معنی ندارن، بی معنی هستن. یکی از حقهای فرزند بالای پدر و مادرش یکی باید نام زیباش بمونه فرزندش، نه خود این مرد مسلمان فرزندش سنگ مونه و یک نام های بی معنی، یا بگیم که نبات نام میشه و نعوذ بالله. از همین نام ها اجتناب کنید. بهترین نام ها چی بود در این حدیث فهمیدیم؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالستار و دیگر نام ها. و در دیگر حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما و شما تعلیم میدهد چی میگوید؟ انتخاب اسم عبدالرحمن برای فرزند. عن جابر بن عبدالله ما قال ولد الرجل منا غلاما فسمى القاسم فقلنا لا نكنيك أبو القاسم ولا نعميك عينا. فأتى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسنك عبد الرحمن. جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما مرد از ما انصاری صاحب فرزند شام نهاد، یعنی قاسمش نام کرد. ما گفتیم کنیه تو رو ابوالقاسم نمیگذاریم و بعد این وسیله تو نبی اکرم صلی الله علیه و آمد. یک انسان فرزندش فرزندش قاسم، ما میگه گفتیم که ما فرزند تو را کنیه چه ابوالقاسم نمیگیم. عمر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آمد، میگه از این گپ شکایت کرد. عمر نزد نبی آمد، ماجرا را برایش بیان نمود. رسول الله صلی الله علیه و فرمود فرزند تو را عبدالرحمن بگذار. پیامبر او را چی امر کرد؟ امر کرد که فرزندش عبدالرحمن نام کنه، یعنی قاسم نه و عبدالرحمن. و در دیگر حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را چی تعلیم میدهد در بیان نامداری؟ انتخاب اسم عبدالله برای فرزند و دست کشیدن بر سرش و دعا کردن برای او. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عروه بن زبیر و فاطمه دختر انذر بن زبیر روایت کرد که اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما هنگام هجرت از مکه به مدینه باردار بود. این اسما هم دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه همو در حالتی که ما از مکه به مدینه هجرت کردیم حامله بود. میگه در شکم او داشت. پس به قبا آمد و در آنجا وضع حمل نمود. در قبا رسیدیم، هم مسجد قبا که اولین جمعه را پیامبر در همونجا خوندگه، در همو منطقه قبا اون چکا کرد، یعنی تولد کرد میگه، و در آنجا وضع حمل نمود. و عبدالله به دنیا آمد، همو فرزند عبدالله که نام داره عبدالله بن زبیر به دنیا آمد. بعد از وضع حمل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت تا عبدالله را تحنیک گذاشت. خرمای یا چیز دیگری در کام کودک نماید. هم وقتی که فرزند تولد شود یک خرمای شیرین میگیرن، هم کودک تحنیک میکنن. در ما و شما همو را کمپیرا میکنن. همو را مگر کمپیرا که کردن، یک کمپیری نمازخونی به تقوا را کنیم بگیم همو کارا بکنه بسیار خوب میشه. یا یک نزد عالمی با تقوا بریم همو تحنیک کنه بسیار خوب است. همو عبدالله ابن زبیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به یک خرما تحنیکش کرد دیگه و سلام او را برداشت و در آغوش گرفت و خرمای خاص. عایشه رضی الله عنها میگوید ساعت به دنبال خرما میگشتیم. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خرمای را جوید و در دهانش آب دهان انداخت. این گونه اولین چیزی که وارد شکم عبدالله شد آب دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این چی مبارک است. میگه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه به دهان مبارکش همو خرما را خویده که در دهان همو عبدالله کودکی که تولد شدگی بود شکید. یک چی نعمت بزرگ است که آب دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکم چیزی که به شکم عبدالله ابن زبیر رفت آب دهان رسول الله بود. اسماء رضی الله عنهما میگوید آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بدن او دست کشید و برایش دعای خیر نمود و او را عبدالله نام نهاد. میگه وقتی که خرما را خود
در دهن عبدالله شکید. بعدا میگه دست کشید در همون سر بدن همون عبدالله دعای نیک نمود. یکی از سنت های بگیم که حقیقه هم همین باشد که وقتی که تحنیک میکنن کودک هم در حق کودک همو یک عالم باشد یا یک کمپیری به تقوای نمازخوان باشد، در حق همو کودک یا دعای نیک کند. مگه الله متعال این کودک به برکت بگردون، به توفیق به ایمان بگردون، خادم دینش بگردون، همطوری در حقش دعا کند. بعدا میگه در حقش دعا کرده، نام او را چکو کرد؟ عبدالله نام نهاد. نام همون عبدالله ابن زبیر را چکو کرد؟ عبدالله نام نهاد. عبدالله نام نهاد. بعد از اون عبدالله 7 یا 8 سال بود که به دستور زبیر رضی الله عنه آمد تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت نماید. هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را دید که به طرفش می آید، تبسم نمود و با او بیعت کرد. میگه 7 ساله 8 سالش به عقل شد، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد به پیامبر بیعت کرد. پیامبر او را دید، چهرهش خنده کرد، یعنی خودش تحنیکش کردگی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر سن 8 سالگی که رسید به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرد و با انتخاب اسم عبدالله برای فرزند و دست کشیدن بر سر و دعا کردن بر او. که این همین حدیثی که از انس بن مالک روایت است که فرزند ابو طلحه رضی الله عنه بیمار شد. فرزند طلحه ابو طلحه رضی الله عنه از منزل بیرون رفت و در غیاب او فرزندش فوت نمود. هنگامی که ابو سرش گفت او از هر وقت دیگر آرامش بیشتر دارد. ابو طلحه یک فرزند داشت، بیمار بود. در حالی که ابو طلحه به کار رفت، فرزند از دنیا گذشت، در حالی که ابو طلحه درک نداشت. در غیاب فرزند او چیکار کرد؟ میگه فوت کرد. سلیم همسرش گفت، سلیم رضی الله عنه که همسر او بود، گفت از هر وقت دیگه آرامش بیشتر دارد. گفت از روزهای دیگه در این روز بهتره. آنگاه شام آوردن و ابو طلحه رضی الله عنه شام خوردن. اوقات آورد بگاه که بود. ابو طلحه چیکار کرد؟ اوقات خورد و سپس از آن به همسرش همبستری شد. بعد که اوقات خوردن، شب همبستری کردن، خانه‌داری کردن به همسرش سلیم قطعی. بعد از فراغت همسرش گفت کودک را دفن کنید. صبح روز بعد ابو طلحه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و ماجرا را برایش بیان نمود. وقتی که مقصد ابو طلحه رضی الله عنه همسر خود خانه‌داری کرد، باز به کار رفت. وقتی که به کار رفتنی شد، اون هرش کودک دفن کردگی بود، در خاک سپاریدگیش بود. سلیم رضی الله عنه از همسرش بگیم از شوهرش سوال کرد، گفت که آیا مثلا چه زیر از خانه کسی بیاری؟ مثلا در بعض دیگر روایت، در این روایت نه آورده است، در بعض روایت اومده است که یگام بیل یا کدمن از خانه همسایه که آوردی باید او را پس بگردانی. ابو طلحه رضی الله عنه گفت البته اون عاریت است، اون در خانه ما عاریت است، باید چیز همسایه در حال بر بگردانی. گفت فراموش نکن که همون فرزندی که الله به ما داد دیروز فوت کرد، ما او را در خاک سپاریدم. ابو طلحه بعد این ماجرا نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و ماجرا را برایش بیان نمود. گفت که این کار می تشیده است. فرزند ای دنیا همسرم مرا نگفته است، با قیو خانه‌داری کردیم و سحر مرا گفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود آیا دیشب هم بستری شده؟ گفت آیا شب همسرت هم نزدیکی کرده؟ ابو طلحه رضی الله عنه گفت بله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی خانه‌داری کردیم، پیامبر دعای برکت کرد در همون همبستری کردگی. انس رضی الله عنه میگه بعد از اون سلیم یک پسر به دنیا آورد. انس رضی الله عنه میگه ابو طلحه رضی الله عنه به من گفت او را بردار و نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ببر. بر خدا صلی الله علیه و سلم بر بهترین معلم بشریت، بهترین مخلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال زنده باشه فرزند تنها میبره؟ البته میبره. چند خرمای نیز همراه او فرستاد. من آن نوزاد را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردم. چند خرما را گرفتم و اون مقصد به انس ابن مالک دادرش میشه. گروه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برده.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را برداشت و فرمود آیا چیزی همراه او وجود دارد؟ مردم گفتند بله، چند خرمای همراه او هست. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خرماها را برداشت و جوید، یعنی در دهنش خویدک و از دهانش بیرون آورد و در دهان کودک گذاشت و این گونه او را تحنیک نمود و عبدالله نام نهاد. هم تا تحنیکش کرد، یعنی هم بعد آی به دهنش خویدش، بعدا در دهن کودک همون شیرینی را شکید و نام او را چکو کرد؟ عبدالله نام نهاد. نگاه که این نعمت بزرگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کودکا را چخی تحنیک میکرد و چخی نام میگذاشت و امروز ما چخی نام میگذاریم. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده کرده شد. هر صاحبی بچه میشه یا صاحبی دختر میشه، مثلا امروز عسل هست، عسل کمتر عسل گرفته پیش یک اهل علمی که با تقوا هست یا یگم کمپیری که نمازخوان است ببریم و فرزند رو چکو کنیم؟ تحنیک کنیم. و همچنین در دیگر باب امام مسلم رحمت الله علیه بیان میکند انتخاب اسمهای پیامبران و صالحان، انتخاب نامهای پیغمبرها، مثلا موسی، عیسی میمونن یا صالحان، یک موی صالح میمونن، چی معنی دارد؟ مغیره ابن شعبه رضی الله عنه میگوید هنگامی که به نجران رفتیم اهل نجران به من گفتند شما در قرآن درباره مریم میخوانید یا اخت هارون مریم ای خواهر هارون، حالا آنکه موسی و برادرش هارون ها قبل از عیسی بودند، پس چگونه شما مادر عیسی را خواهر هارون مینامید؟ مغیره رضی الله عنه میگوید هنگامی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان در این باره پرسیدیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود آنان نامهای پیامبران و نیکوکاران قبل از خودشان را به عنوان نام انتخاب می‌نمودند. لذا هارون که خواهرش مریم بود غیر از هارون برادر موسی است. یعنی این هارون خواهر بگیم برادر هارون که در سوره مریم اومده این برادر مریم است، بگیم که برادرزاده یا بگیم یا خشت مریم است، و این هارون که برادر موسی است این دیگر. اون هارون که در سوره بگیم که مریم اومده یا اخت هارون خواهر هارون اومده او هارون دیگر است، این هارون که در برادر موسی است این دیگر است پیامبر خدا. از این هم استدلال میکنن نامهایی که از صالحین باشد از پیغمبرها باشد معنی داشته باشد ماندن نام چه جایز است. میگذاریم در نام انتخاب ابراهیم. در انتخاب نام ابراهیم ماندن چی طور است، درست هسته یا نیسته؟ میگذاریم در امام مسلم در باب نام ابراهیم چی میگوید. در نام ابراهیم ان ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگوید صاحب فرزند پسر شدم و او را نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آوردم. رسول علیه السلام او را ابراهیم نام و خرمای جوید و به کامش مالید. یعنی ابو موسی اشعری رضی الله عنه یکی از بگیم که صحابه های بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. میگه من فرزنددار شدم، فرزند من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردم، او را تحنیک کرد، یعنی به خرما تحنیکش کرد و نام او را چکو کرد؟ ابراهیم گذاشت. یم نام اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چکو کرد؟ با او نام ابراهیم گذاشت. و میگذاریم در مسئله که پیامبر نامها را تغییر دادن. امروز بسیار انسان ها نفهمیدن نام سنگ موندن، سنگ علی موندن، یا بگیم که جیره علی میگن یا تیش علی میگن، تور میگن، یا دیگر قور و بلا نامهایی میمونن، نبات دیگر همترین نامها میمونن. بعدا میفهمن که همین نامها درست نیست، همین نامها حرامه. همونها میتونن نامها را تغییر کنن؟ بله میتونن. این حدیث بیان میکنیم. از محمود بن عمرو بن عطا میگوید من دخترم را بره نام نهادم. زینب دختر ابی سلمه به من گفت رسول علیه السلام از انتخاب این نام معن فرمودند، مرا بره نام نهاده بودند.
رسول علیه السلام فرمود خود را تزکیه نکنید. الله متعال نیکوکاران شما را بهتر میداند. مردم گفتند چی نامی بر او بگذاریم؟ فرمود او را زینب بنامید. یعنی برای نامش کردن. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و او را چی گفت؟ او را نامش زینب کرد. امروزه دخترای هستند که مثلا دخترها هم نام میمونن، دختره یا نامای به معنی میمونن که معنی نداره. همون دخترها هم میتونن که نامشون چیکار کنن دیگه کنن، چی پسرا باشه و چی دخترها. به همین خاطر در نامها هم باید که چیکار کنید اهمیت دادن در کار. همچنان در دیگر باب از امام مسلم رحمت الله علیه درباره اجازه یافتن درباره نامگذاری به نامهای فوق. از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت تا از نامگذاری به نامهای مقبول برکت افلح یسار نافع و مانند اینها معنی نماید. ولی بعدها دیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت نمود و در این باره چیزی نگفت. سرانجام رسول علیه السلام وفات نمود و از انتخاب این نامها معنی نفرمودند. بعد از آن عمر بن خطاب رضی الله عنه خلوت از این کارها معنی نماید. اما این کار به همین خاطر در این حدیث هم دلالت به چی میکنه؟ به نامهایی که معنی داشته باشند. نامهایی را که معنی داشته باشند اگر همون نامها را همون بهتر خوبتره ایون نامهایی که به معنی هستند. چگونه که در عرب هم مقصد هر نامهای بود از همون نامها چکو میکردن مردم من میکردن. امروز هم باید چکو کنیم مردم من کنیم. میگذاریم در بدترین اسم ها نزد الله متعال نام کسی است که شاهنشاه نامیده شود. مثلا نام های بدترین چه خیلی نام ها بوده است. ان ابی هریره رضی الله عنه میگه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بدترین اسم ها نزد الله متعال نام کسی است که خود را شاهنشاه نامیده باشد. از ابن ابی شیبه در یک روایت میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم افزود هیچ مالکی بجز الله وجود ندارد. سفیان عنینه میگوید املاک مثل شاهان است. احمد بن حنبل میگوید از ابو عمرو را در مورد معنای اخنع پرسیدم، گفت به معنای پسترین است که به معنای همون بدترین می باشد. یعنی یک انسان بچهش پادشاه نام میکنه یا بگیم که مالک الملوک نام میکنه، مثلا شاهنشاه نام کردن یا مالک الملوک فرزند رو نام کردن، این بدترین نام ها. شاهنشاه بگو شاه عالم و بعضی همترین نام ها ممکن باشه شاه عالم نام میکنه و دیگر نام هایی که مالک الملوک مالک روی همین نام ها چی هسته؟ بدترین نام ها هست، حرام هسته. مسلمان باید نام ها را نمونه. مسلمان پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه مسلمان بر مسلمان 5 حق داره. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه صلی الله علیه و سلم فرمود مسلمان بر برادر مسلمانش 5 وظیفه دارد. یکم جواب دادن سلامش جواب دیه. وقتی السلام علیکم گفت علیکم السلام در جوابش میگیم. جواب دادن عطسه وقتی اخسه میزنه و الحمدلله میگه ما یرحمک الله میگیم. و سوم قبول دعوت، یعنی یکم جو دعوت میکرد یکم تشکیل کرد وظیفه کرد دعوت میکرد که بیا بشینه میره میشینیم. چهارم عیادت مریض، بیمار شید میریم خبرش میگیریم. پنجم تشییع جنازه، پنجم وقتی که چیکار کرد از دنیا که فوت کرد در جنازش میریم اشتراک میکنیم. این حق برادر به برادر که در همین باب آمدگی هست. فکر میکنم انشاءالله برای انسانی که برای نامگذاری یکم چیزی مهم در کارش باشه برای خودش انشاءالله که چیزای مهم فهمید
به خاطر که از این فهمیدن، از این حدیث ها فهمیدیم که رسول الله صلی الله علیه و برای تغییر دادن نام ها اجازه دادن. هر کسی که سن سالش به کلان سالی هم رسید، ای نامش ناراحت است، ای نمیفورش، میتونه نامش دیگه کنه. و هر پدر، هر مادر حقی که فرزندش بالای او داره این است که باید فرزندش نامی نیک مونه. بعد عقیقه که میکنه، موی سرش میگیره، عقیقه که میکنه، باید که نامی نیکش مونه، نام های نیک مونه. از نام های مثل عبد شمس، عبد رسول، از اینها هم پرهیز کنه. بهترین نام ها عبدالرحمن، عبدالستار و عبدالکریم که در حدیث خواندیم بهترین نام ها است، همین نام ها را مونه. و بعدا دیگر نام هایی که معنی داد هستند، نام های پیغمبران را، یا نام های یگم آدم های صالح، یا یگم نام هایی که معنی دارند، یعنی غیاث الدین باشه، دیگر نام هایی که معنی داد باشه. مثلا میتونیم که محمد شریف و غیاث الدین، دیگر نام هایی هستند که در تلفظ ها بیان میشه، معنی دارن. این گونه نام ها را میتونیم که به فرزندای خود بمانید. در اینجا صحبت خود را به پایان میرسانم. الله متعال همه ما و شما را تا صحبت های آینده در عصمت و پناه خودش نگه بداره و از الله مهربان که همه هدایت مالک الملوک هسته، همه در ید قدرت خودش هسته، هر کسی را بخواه هدایت میکنه. الله متعال خواهان هستیم که ما و شما را هدایت کنه. اگر هدایت الله نباشه ما گمراه و ذلیل میشیم. در همه لحظه های زندگی پروردگار مهربان من و شما را پیروی به قرآن و پیروی به سنت رسول الله صلی الله علیه و تا دم مرگ نگه بداره و از معصیت، گمراهی و حرامی و ضلالتی و عقیده کفری و منافقی، از گناه های کبیره و صغیره همیشه دور نگه بداره. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك جد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد برحمتك يا أرحم